بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. دقیقاً الان فقیه سالاری با مردم سالاری با هم متعارض شده است. ولایت فقیه یعنی همگان میباید از ولی فقیه اطاعت کنند. مردم سالاری، دموکراسی یعنی این که همگان از جمله فقها میباید از اراده اکثریت تبعیت کنند. در دهه اول انقلاب این مسئله اتفاق نیفتاد، چون هیچ وقت اکثریت مردم با رهبری جامعه زاویه نداشتند. الان اتفاق افتاده است. تعارضی که در قانون اساسی بوده است خودش را نشان داده است. باید بین اینها یکی را انتخاب کرد. کسی از جانب خدا نصب نشده است. افراد متشرع میباید این مسئله را با خود حل کنند. امروز بزرگترین مراجع تقلید منتقد این حکومت هستند. بزرگترین علمای دین منتقد این حکومت هستند. با کدام زبان بزرگ اعلم مراجع تقلید شیعه باید بگوید این حکومت نامشروع است؟ کسی که شرایط عدالت، تدبیر، برخورداری از رأی اکثریت را از دست بدهد حکومتش نامشروع است، نیازی به عزل ندارد، منعزل است. این سخن دینی است برای کسانی که به دنبال حجت‌های دینی می‌گردند. اگر با ضوابط حقوق بشر هم بخواهیم دنبال بکنیم، همه ضوابط حقوق بشر زیر پا گذاشته شده است. حاصلش این که ما امروز در مقابل حکومتی قرار گرفته ایم که از زور عریان دارد استفاده می کند علیه مردم خود. و این مردم بی‌دفاع صرفاً میگویند ما میخواهیم به آن چیزی که در قانون ما نوشته شده است عمل کنیم، چیز بیشتری نمیخواهیم. لذا ما نه قائل هستیم کسی از جانب خدا منصوب شده است، نه معتقدیم کسی بر ما ولایت دارد، نه معتقدیم ولایت مطلقه دارد. معنای ولایت مطلقه میدانید یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که همه قدرت، اعم از قدرت قانونگذاری، قدرت قضاوت، قدرت اجرایی، قدرت مسلح، قدرت تبلیغاتی رادیو تلویزیون، همه در دست یک نفر باشد. بسیار خوب، الان همه در دست یک نفر است. آیا مسئولیت را قبول می‌کنید؟ آن چیزی که ما الان با آن مواجه هستیم مجلسی است که نمیتواند از جانب خود تصمیم بگیرد، چون توسط شورای نگهبان مهره چینی شده است. قوه قضاییه است که انگار تاکنون خواب بوده است. آیا قضات ما استقلال دارند؟ من دقیقاً به یاد دارم در زمان قبل از انقلاب هر زمان که پرونده سیاسی تشکیل میشد، قضات شریف دادگستری آن زمان زیر بار اوامر اعلی حضرت همایونی نمی رفتند. شاه مجبور می شد برای محاکمه مصدق و بازرگان دادگاه نظامی تشکیل بدهد. می دانید معنای این سخن یعنی چی؟ یعنی دادگستری شاه سالم بود. دادگاه نظامی علیه مصدق حکم کرد. دادگاه نظامی بازرگان را محکوم کرد، طالقانی را محکوم کرد، نه دادگاه عادی. و امروز ما می‌بینیم که نیازی به دادگاه نظامی ندارند. دادگاه عادی مثل آب خوردن بلافاصله حکم صادر می‌کند. در بسیاری از این دادگاه‌ها با یک تلفن حکم صادر شده است. قاضی تصمیم نمی‌گیرد. رئیس قوه قضاییه نوعاً فردی تشریفاتی است. کارها جای دیگری تعیین تکلیف می‌شوند. و لذاست که می‌بینیم کجای دنیا سراغ دارید که بدون حضور وکیل محاکمه انجام بشود. فرد محکوم، فرد متهم 45 روز از دنیای خارج بیخبر باشد، در دادگاه شرکت بکند و مجبورش کنند اعتراف کند. این اعترافات چه ارزشی دارد؟ کدام مجمعی میتواند به این اعترافات اعتبار بنهد؟ صرفاً میخواهند قبل از مراسم تحلیف قصه هایی را که سر هم کرده اند به مردم تحویل دهند. این کیفرخواستی که صادر شده است سند بسیار با ارزشی برای سقوط جمهوری اسلامی است. این به سرمقاله روزنامه کیهان شباهت بیشتری دارد تا به یک کیفرخواست حقوقی. تنها چیزی که در آن یافت نمی شود مسائل حقوقی است. جالب اینجاست که اکثر این کیفرخواست قبل از این به عنوان
برنامه انقلاب مخملی در خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان منتشر شده و من شخصا آن را خوانده بودم. این اسمش کیفرخواست نیست، سر و ته ندارد، هیچ کدام از مسائل مشخص نیست. آیا اگر کسی خواست، این را من با وضوح و شفافیت ذکر میکنم، در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب می شود.